آقا سلام، خیلی مخلصم. سلام ارادت. 31 آقا بریم که داشته باشیم. خیلی مخلصم. قراره به صورت قرعه کشی هر کی یه رنگی رو انتخاب کنه و بهتر کنه و در آخر بادکنک که مربوط به خودشه رو بهتر کنه و برنده بشه. حالا فرمودی؟ دیر اومدی قرعه کشی میکنیم، هر کی رنگ بادکنکی که انتخاب کرد اونجا میتونه کنه. بادکنک و بادکنک. این برای کیه؟ این برای سالار مثلا. سالار. این برای کیه؟ اونم آقا مهدی امینی. پس اینم برای خودت. آقا کاملا به صورت چشماشو بسته بود. قرعه کشی انجام شد. من نارنجی رو میتره کنم. بریم که داشته باشیم. حمله شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر. آقا مهدی برنده شد. بودم درس کلیپ بعدی من میگم بریم سمت جنگل‌های اون بر این بر اصلا آیتم آقا حامد آقا مسعود، هر که آقا مسعود اگر برنده بشید دستشویی. یه دانه های اما اینو به عشق همه بچه‌های ژاپن. میگم از یوتیوب اومدی یا از اینستاگرام؟ اگه تو اینستاگرام داری میبینی فالو کن، اگه یوتیوبه که سابسکرایب یادت نره. خیلی مخلصم. بندم. اوه یک مسابقه 5 مرحله‌ای خیلی خفن و باحال بین دو تا تیم که در نهایت باد کنند.
اول آقا این الان چیزا رو سالار محمد باید میزد سالار داشت تو پرو مینداخت برای این آخریه. ببین شما کار شما یه ایرادم کجا ایراد داشت؟ اونجایی که یه دونه توپ از اون هرمایی که بود یه دونهش رو هم مونده بود ردیف اولین بازی شد اونجا بود که آخرش آقا مسعود بازی تو این هر چقدر که من اختار دادم توجه نکردن. بیا الان برای اینا نگاه برای اینا لیواناش مونده. بیا الان لیوانش من این معامله نمونده. چه نداشه آقای محترم اینو با دست چیدن. آقای لاغر درخواست ویدیو چک. بیا. آقا درخواست ویدیو چک بکنیم از اول حتی اگر همون ردیف اول هم اشتباهی تو کارشون باشه ما بازی رو باخته اعلام. چی میگی بابا؟ چی میگی بابا؟ اوکی آقا ویدیو چک. آقا لطفا ویدیو چک. آقا لطفا نه. این چرا سه تا لطفا ویدیو چک. آقا مرسی یه دقیقه ویدیو چک کنید. خب آقا دیدیم که گروه آقا حامد اینا بازندن و چه وضع سالونه داداش؟ چه وضع سالن آقا؟ داور نیست دیگه ما بردیم. اصلشون بازیکنن اصلا بابا سالار زد به آهن نمید بزنه آهن رو زده دیگه اینها اشکال نداره هر باختی کات بده آقا قد کن آقا گوشی دستم به خدا بازم مرسی آقا مسعود یکی زنمه من میگن نایلون مشکل داخل ماشین بیا داداش آقا مسعود مرسی صدای 3 2 1 اومد حرکت 3 2 آقا ما برنده شدیم من کاملا به صورت حرفه‌ای گلدونه گو دهنت رو داری واسه رو میزنی آقا منم گل سنگ کاغذ قیچی بازی میکنن هر کس برنده شد با ماشین میره فقط توجه داشته باشین باید تمام بادکنکاتان بترکن بله بادکنک باید تمام بادکنک بترکن یه دانش هم بمونه بازی باختن
نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. میگم داری از اینستاگرام ما رو ببینی یا تو یوتیوب؟ اگه اینستا میبینی ما رو فالو کن، اگه از یوتیوب میبینی صاحب کلاس یا به نره. این اینستاگرام چون برعکس زدم. یه مسابقه خفن بین دو تا تیم خفن‌تر، 4 آیتم، تمام بادبادک‌ها باید بتونه کار کنن. باد کنن. 3 2 ما همه با هم داشتیم. ساعتی رو بگیرم. من اعتراض دارم. چرا؟ چون حسین زد کله و یعنی ما زودتر میرسیدیم. ما بلش کن.